انیشتین میگه اگر انسان‌ها در طول عمرشون استفاده از قدرت ذهنی که دارن به اندازه 1 میلیونم استفاده از معده‌شون بود، حالا دنیا تعریف دیگه‌ای داشت. هر انسانی تو هر سطحی که باشه، فرقی نمی‌کنه چه سطحی، ذهن قدرتمندی داره که حتی اگر دستش هم خالی باشه، با یه ذهن باز میتونه جهان رو فتح کنه. پس اگر میخواین تغییرات بزرگی توی زندگیتون به وجود بیاد، اول اون تغییرات رو توی ذهن و افکارتون ایجاد کنین. و شمایی که این کلیپ رو میبینید، قطعاً آدمی هستین که نسبت به قدرت ذهن آگاهی دارین. فهمیدین که اگر زندگیتون بخواد تغییر کنه، اول باید ذهنیتتون رو بسازین. و شروع این تغییرات خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرش رو میکنین. اینجا میپردازیم به 8 راهکاری که تو این مسیر فوق‌العاده خیلی میتونه کمکتون کنه. اولین راهکار اینه که توی لحظه زندگی کنی. برای این کار شما باید همه تمرکز و حواستون رو با آگاهی و هوشیاری صرف زمان حال کنید و به گذشته و تمام اتفاقایی که افتاده به عنوان یه تجربه نگاه کنین و برای برداشتن قدم‌های بعدی زندگیتون از اونها استفاده کنید. شاید الان خیلیاتون بگین حرف مفته، از گذشته به راحتی هم نمیشه خلاص شد. خب این کاملا درسته، اما قرار نیست ما اتفاقات یا تجربه‌های سختی که داشتیم رو فراموش کنیم و هیچ وقت غصه‌شو نخوریم. ما باید یاد بگیریم چطور خودمون و گذشتمون رو بپذیریم و بهشون جایگاهی توی ذهنمون بدیم تا گوشه‌ای از خاطراتمون رو بگیرن. اما حق پیشروی و مانع تراشی برای زندگی و زمان حالمون و ترس از آینده رو ندارن. اینجوریه که ما میتونیم به یه آرامش درونی برسیم و از زندگیمون لذت ببریم و از همه امکانات و حتی زمانی که داریم بیشترین و بهترین بهره رو ببریم. دومین راهکار اینه که متکی به خودتون باشین، نه کس دیگه. اگه سعی کنین زندگی و عملکردهاتون وابسته به عوامل بیرونی و آدمای دیگه نباشه، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ناامید نمیشین و بالاترین نتایج رو از کارهاتون میگیرین. و این نیاز داره که شما نسبت به خودتون شناخت و آگاهی داشته باشین و خودتون رو باور کنین. یه تیکه جواهر توی اتاق نورانی خیلی درخشنده و براقه، اما همون جواهر اگه توی اتاق تاریک باشه هیچ درخششی نداره. این مثال افرادیه که فقط توی شرایط مساعد حس حالشون خوبه و به محض اینکه توی شرایط بدی قرار میگیرن دیگه نمیتونن حال خوبی داشته باشن. پس سعی کنین همیشه برای بهتر شدن شرایط اول به خودتون رجوع کنین. سومین راهکار اینه که تفاوت‌ها رو بپذیریم. باید قبول کنیم که توی دنیای پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم که افراد مختلف با ذهنیت و نگرش و افکار مختلف اون رو مدیریت می‌کنن. پس همیشه امکانش هست که با مسائلی دور از انتظاراتمون روبرو بشیم. قرارم نیست که همه مثل هم باشن و یه مسیر فکری داشته باشن. شما برای داشتن یه ذهن قوی و باز باید تفاوت‌هایی که بین آدم‌ها و شرایط هست رو بپذیرید. البته قرار نیست که با همه کنار بیاین، چون امکان پذیرم نیست. اما پذیرش این واقعیت باعث میشه که فکرای منفی نکنین و ذهنتون کمتر درگیر این پیچیدگی ها بشه که دیگران چی میگن و چی کار میکنن یا حتی درباره شما چه فکری میکنن. راهکار چهارمم اینه که مسائل رو زیاد جدی نگیریم. هیچ کدوممون نمیدونیم تا کی زنده ایم، اما کارهایی که باید انجام بدیم و به تعویق میندازیم. همیشه هم یه بهونه‌ای برای انجام ندادنشون داریم. مثلا میدونیم که باید یکی از دوستامون رو ملاقات کنیم یا یه روز ارزشمندی رو جشن بگیریم و خیلی از کارهای این چنینی دیگه که میدونیم باید انجام بدیم، اما نسبت به اونها بی‌توجهیم و همش کارها و مسئولیت‌هایی که داریم و بهونه میکنیم. البته نمیگم از زیر بار مسئولیت‌ها شونه خالی کنیم، نه، اما باید قیمت و ارزش زندگی رو هم بدونیم. هر روز از عمرمون میتونه گرانبهاترین روز زندگی باشه. پس با افکاری که فقط ذهنتون رو پر میکنه یا اینکه دیگران چه فکری دربارتون میکنن کلنجار نریم، چون شما یه آدم فوق‌العاده‌ای هستین که میتونین به خیلی از خواسته هاتون برسین و از زندگیتون لذت ببرین. هممون فقط یک بار زندگی میکنیم، پس در عین اینکه خیلی از مسائل رو جدی نمیگیریم، از خیلی از فرصت‌ها هم باید استفاده کنیم. راهکار پنجم، لبخند بزنید. شاید از نظر شما مقوله ساده‌ای باشه، اما خنده یکی از بهترین راه‌های رهاسازی احساساتتونه و باعث ترشح اندورفین میشه که این ماده شیمیایی به مغز حس خوبی میده و بهمون کمک میکنه
تا از استرس و افکار منفی دور باشین. سعی کنین هر روز بهانه‌ای رو برای خندیدن پیدا کنین، حتی در حد دیدن یک کلیپ کوتاه. از نظر رونگاتمن که تو حیطه سلامت فعالیت میکنه، لبخند به عنوان یک قدرت شگفت‌انگیزه که قبل به دنیا اومدن تو رحم مادر هم به چهره داشتیم و تو خواب هم گاهن لبخند میزنیم. پس اگر میخواین سرحال باشین و تو روابط اجتماعی شایسته به نظر برسین، استرستون کاهش و روابطتون بهبود پیدا کنه، لبخند بزنین. راهکار ششم، موسیقی گوش کنید که در شما ایجاد هیجان کنه. موسیقی یکی از تأثیرگذارترین هنرها بر روح و روان آدمیه و میتونه حال هوای خاص رو با معانی و مفاهیم به شنونده منتقل کنه و این قدرت رو داره که فرد رو به انجام فعالیتی ترغیب کنه یا حتی بازدارنده باشه، چون انرژی هر موسیقی تأثیر مستقیم روی احوال شخص داره. اما متاسفانه این روزا رسانه‌ها و کنسرت‌ها پر شده از موسیقی هایی که همش حس ناامیدی و انزوا رو ترویج میدن. همش هم از نرسیدن ها و عقده ها و کینه ها و یا حتی انتقام میگن و متاسفانه مخاطب این نوع موسیقی هم بیشتر نوجوان ها و جوونا هن که توی احوالات مختلفشون به این آهنگا رو میارن، اما غافل از این که به راحتی روی ناخودآگاهشون تأثیر میذاره و حالشون رو بدتر میکنه. بنابراین موسیقی یکی از هنرهاییه که باید هوشیارانه و آگاهانه مورد استفاده قرار بگیره تا با ایجاد هیجان و انرژی بیشتر ذهن رو فعالتر و عملکردش رو بهتر کنه. هفتمین راهکارم این که تا جایی که میتونین مشکلات روزمره رو رها کنین. بخش زیادی از زندگی روزمره‌مون صرف مسائل و مشکلاتی میشه که باهاشون سر و کله میزنیم و البته بیشترشون هم مربوط به محیط اطراف و عوامل بیرونی میشن و هرچی شما بیشتر بهشون توجه بکنین وسیع‌تر میشن. مثل وظایف خسته کننده‌ای که رئیس اداره بهتون میده که این باعث تنفر شما میشه، یا وقتی که توی شرایط سختی قرار میگیرین و احساس میکنین هیچ دوستی ندارین که باش وقت بگذرونین، یا مسائل مختلف دیگه. و توصیه مفید اینه که به این مسائل بیش از حد اهمیت و پروبال ندین و تا جایی که میتونین رهاشون کنین و نسبت به اونها بی توجه باشین. و راهکار هشتم ورزش کردنه. هممون میدونیم که فعالیت بدنی منظم برای قلب، ماهیچه ها و استخوان ها مفیده. اما چیزی که کمتر بهش توجه شده تأثیر ورزش روی مغز و حافظه است. مطالعات نشون داده که ورزش با افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی به مغز باعث بهبود عملکرد شناختی میشه و حافظه رو تقویت میکنه و این یعنی داشتن خلق و خوی بهتر و کاهش استرس و اضطراب و افسردگی. پس هیچ وقت ورزش‌های هوازی و حرکات کششی رو از زندگیتون حذف نکنید و البته تغذیه سالم و مفید هم یادتون نره.